مغز بدون شک فعالترین عضو بدن از نظر متابولیسمه. با اینکه فقط حدود 2 تا 3% وزن بدن ما رو تشکیل میده، اما حدود 25% از انرژی غذایی که میخوریم رو مصرف میکنه. وقتی شدیداً استرس داریم یا تمرکز بالایی داریم، مغز حتی تا 1/3 انرژی غذایی که مصرف میکنیم رو هم استفاده میکنه و تقریبا هیچ کس به این موضوع اهمیت نمیده که چه غذاهایی برای سلامت و جوان ماندن مغز مفیده. من این دانش رو از کسی یاد گرفتم که یکی از برجسته ترین متخصصان این حوزه هستش. توی این ویدیو میخوام 5 تا غذای برتر برای سلامت مغز و 3 تا مکمل عالی برای مغز و سیستم عصبی رو بهتون معرفی بکنم و 3 نوع غذای که حتما باید از اونها اجتناب بکنیم رو بهتون بگم و همچنین انتهای ویدیو نقش فستینگ در جوان و سالم موندن مغز رو هم با همدیگه بررسی میکنیم که آیا تاثیر مثبت داره یا تاثیر منفی داره. سلام، من سعیدم، متخصص اپیدمیولوژی. اگر تازه اینجا اومدین، شما جایی رو پیدا کردین که راهنمایی‌های علمی و مبتنی بر شواهد برای تغییر زندگی ارائه میده. پس اگر عضو کانال نیستین، روی دکمه سابسکرایب بزن و زنگوله رو روی اول بذار تا ویدیوهای بعدی به دستت برسه. مهمترین ماده برای مغز DHA که نوعی امگا 3. مغز انسان حدود 60% چربیه که 90% این چربی از نوع DHA، ماده‌ای که بدن نمیتونه خودش تولید بکنه. پس DHA یک ماده کاملا ضروری و غیر قابل ساختن برای مغز ما هستش. منابع غنی از DHA شامل ماهی‌های چرب، جلبک‌ها و ریز جلبک‌ها، البته برای کسانی که گیاهخوار هستن. اگه ماهی نمیخوری، تقریبا حتما باید از مکمل امگا 3 استفاده بکنید. مواد غذایی که از اینجا به بعد بهتون میگم دسترسیشون خیلی راحت‌تر و ارزان قیمت‌تر هستش، پس حتما تا انتهای ویدیو گوش بدین. مورد دوم توت‌ها و سبزیجات رنگیه. چرا؟ چون سرشار از آنتوسیانینن. حداقل 65 گرم توی یه روز باید استفاده بکنید که شامل بلوبری، توت فرنگی، تمش، گیلاس، آلبالو، انگور فرنگی سیاه هستش که توی ایران هم وجود داره، به ویژه در شمال کشور. البته من اسم محلیش رو نمیدونم، عکسش رو اینجا براتون میذارم، اگه اسمش رو میدونید برام کامنت کنید. آنتوسیانین ها آنتی اکسیدان های قوی هستند که از مغز در برابر فرسایش روزمره محافظت میکنن. چه فایده ای دارن این آنتوسیانین ها؟ ببینید، التهاب رو کم میکنن، از سلامت قلب شما حمایت میکنه، از سلولهای مغزی شما محافظت میکنه، حافظه و تمرکز شما رو افزایش میده و به پیشگیری از سرطان بسیار بسیار کمک میکنه. سومین ماده غذای سبزیجات برگ سبز. این سبزیجات آبرسانن، سرشار از مواد معدنی مهم برای سیستم عصبی هستند، منبع عالی منیزیمن که بسیار بسیار مفید برای افراد پر استرس هستش. فواید منیزیم برای مغز هم که دیگه امروزه همه میدونن، به تنظیم انتقال دهنده های عصبی کمک میکنه، یادگیری و حافظه رو افزایش میده، استرس و اضطراب رو کم میکنه، از سلول های مغزی محافظت میکنه، خطر آلزایمر رو کاهش میده و خواب شما رو بهبود میده. منابع منیزیم هم شامل سبزیجات برگ سبز، مغزها، دانه‌ها، غلات کامل، حبوبات، آووکادو، شکلات تلخ، ماهی چرب و موز هستش. ماده غذایی چهارم هم که هم در دسترسه، هم خوشمزه است، هم میشه کلی غذا باهاش درست کرد، تخم مرغه. تخم مرغ سرشار از کولینه، ماده بسیار مهم برای مغز. کولین برای تولید استیل کولین که یک نوع انتقال دهنده عصبی حافظه و تمرکزه بسیار بسیار ضروریه. در رشد مغز و سیستم عصبی نقش کلیدی داره. ساختار غشای سلولی رو حفظ میکنه. منابع کولین شامل تخم مرغ، جگر، ماهی، مرغ، لبنیات، سویا، سبزیجات خانواده کلم و بادام زمینیه. هر تخم مرغ بزرگ حدوداً 147 میلی گرم کولین داره. حدوداً 25% نیاز روزانه است که میتونید روزی 3 الی 4 عدد تخم مرغ هم استفاده بکنید. نگران افزایش کلسترول و بیماری‌های قلبی نباشید. لینک ویدیوش رو برای اطلاعات بیشتر اینجا و در توضیحات براتون میذارم. پنجمین ماده که حتی از تخم مرغ هم در دسترس تر و ارزان تره، آبه. دکتر سوارت میگه که تعجب میکنن که چقدر آدم‌ها کم آب مینوشن. فرمول مصرف آب به این صورت هستش که نیم لیتر آب به ازای هر 15 کیلوگرم وزن بدنتون توی روزه. اگه قهوه یا الکل زیاد مصرف میکنید، 1 لیوان آب
اضافه تر هم باید بنوشید، چون اینها مدر یا ادرار آور هستن. مغز بدون آب نمیتونه درست کار بکنه. آب پایه تمام فرآیندهای الکتریکی و شیمیایی بین نورون هاست. یه موضوع مهم دیگه که حتما باید در موردش صحبت بکنم ارتباط سلامت روده و مغزه که دانشمندان هر روز ارتباط جدیدی رو کشف میکنن و بسیار جالبه که روده دارای نورون‌های فراوانیه که ارتباط عصبی قوی با بخش احساسی مغز داره. امروزه میدونیم یه ارتباط سه طرفه بین نورون‌های روده، باکتری‌های روده و مغز وجود داره و حتی هورمون سروتونین یه مقدار خیلی زیادش از روده ها ترشح میشه. اگه استرس بالا باشه، غذای فرآوری شده مصرف بکنید، الکل یا نوشیدنی های شیرین یا آنتی بیوتیک مصرف بکنید، تنوع باکتری های روده آسیب میبینه و پیام های اشتباه ممکنه به مغز بفرستن که باعث مه ذهنی، کاهش حواس و تصمیم گیری های ضعیف میشه. پس خیلی باید حواسمون به این موضوع باشه و میکروبیوم روده رو تقویت بکنیم. چطوری؟ قبل از اینکه بگم حتما ویدیو رو لایک کنید. این تنها هزینه دریافت این اطلاعات رایگان ولی ارزشمنده و اگه عضو کانال نیستی و به دنبال مطالب بروز و علمی دنیا هستی روی دکمه سابسکرایب بزن تا عضو کانال بشی و ویدیوهای بعدی به دستتون برسه. با استفاده از غذاهای پریبیوتیک و پروبیوتیک، غذاهای تخمیری مثل کیمچی، کفیر که یه چیزی مثل دوغ خودمونه ولی غلیظ‌تره، یا میتونید از کلمشور، خیارشور یا ترشی‌های تخمیری که حالا با یه درصد خاصی از نمک تهیه شدن استفاده کنید. بریم سراغ مکمل‌های مفید برای مغز. این سه تا مکمل شامل ویتامین دی، امگا 3 و ویتامین های گروه B هستند. خیلی از افراد دچار کمبود ویتامین دی هستند. نور خورشید منبع اصلی ویتامین دی اما به میزان کافی دریافت نمی کنیم. جالبه حتی اگه 15 دقیقه زیر نور مستقیم خورشید قرار بگیرید اون میزان کافی ویتامین دی تو بدن شما تولید میشه ولی همین رو هم دریافت نمی کنیم. مصرف ویتامین دی باعث محافظت در برابر برخی از سرطان‌ها، تقویت سیستم ایمنی و سیستم عصبی میشه. ویتامین های گروه B حالا B1، B6، B12، فولیک اسید برای سیستم عصبی ما ضروری هستند که منجر به کاهش خستگی، حمایت از عملکرد مغز میشن. در مورد امگا 3 هم که ابتدای ویدیو توضیحات رو دادم دیگه اینجا تکرارشون نمی کنم. 3 تا گروه غذایی مضر هم برای مغز هست که واقعا باید از رژیم غذاییتون حذف بشه. اولیش غذاهای فرآوری شده است، باعث استرس اکسیداتیو و مرگ سلولی میشه. دومیش غذاهای دودی یا سوخته است. اینا بسیار اکسیدان هستن و اثر آنتی اکسیدان ها رو خنثی میکنن. سومیش غذاها با شاخص گلایسمی بالاه. قندهای تصفیه شده باعث افزایش شدید قند خون و افت ناگهانی انرژی مغز میشن. مغز برای فکر کردن به گلوکوز پایدار و اکسیژن نیاز داره. بریم سراغ آخرین موضوعی که میخوام در موردش صحبت بکنم که تأثیر روزه‌داری متناوب یا همون فستینگ روی مغزه. دکتر سوارت میگه من فقط بین 12 ظهر تا 8 شب غذا میخورم چون فستینگ باعث میشه که قند خون من تنظیم بشه، مغز من سلامتیش افزایش پیدا کنه و طول عمر من هم بیشتر بشه. اما فقط زمانی مفیده که در اون ساعتی که یعنی در اون 8 ساعتی که فست نیست و مجاز به غذا خوردنه تغذیه درست باشه، هر چیزی که دلش میخواد رو نخوره، خواب کافی داشته باشه، استرس ها کنترل شده باشن. برای افراد پر استرس یا کم خواب روزه‌داری یا فستینگ میتونه مضر هم باشه. اگه این ویدیو براتون مفید بوده، حتی یه نکته جدید به معلوماتت اضافه کرده، ممنون میشم که لایک بکنی و این ویدیو رو با عزیزانت به اشتراک بذاری. اگه عضو کانال نیستی روی دکمه سابسکرایب بزن، زنگوله رو هم روی اول بذار تا ویدیوهای بعدی به دستت برسه. ممنون که تا انتها همراه من بودی. شاد و تندرست باشین.